بعضی از عزیزان میگن که ما خب عصبانی بودیم طلاق دادیم. مگر کسی به شوخی و به پیشانی باز زن خود را طلاق میدهد؟ او هر کسی که زن خود طلاق میده اعصاب او ناراحت، دلیلی هست که او باعث طلاق زن میشه. حتما جنجال بینشان صورت میگیره، کار به جای میکشه، مرد عصبانی میشه به خانم خود میگه تو طلاق. این دلیلی نمیشه که شما بگین که زن ما زمانی که طلاق میدادیم عصبانی بودیم. عصبانی بودن در صورتی او را میگویند که طلاق او صحیح نمیشود در صورتی که مرد در حال عصبانیت طلاق بدهد که او نداند نفهمد که چی چیزی به زبان آورده. این را خوب متوجه باشید. یعنی کسی به عصبانیت به اصطلاح یا به اعصاب خرابی زن خود را طلاق میدهد، او در حالت عصبانی او در حد باشد که او نفهمد که من چی میگم، من در کجا قرار دارم، شب است روز است، این چیزها رو نفهمه، طلاق او صحت نداره. خوب این گپا رو گوش کنین عزیزان گرامی. این دلیلی نمیشه هر ملایی که این گپا رو به شما میگه که والله عصبانی بوده مشکلی نداره، من نمیفهمم چی دلیلی داره پیش خود، یا شما به ملا چی قسم میکنین. ما به نظرات علما احترام داریم. نمیفهمم که اگر کسی به شما بعضی میگن به ما آدمی گفته تو عصبانی بودی، خب مگر میشه شما عصبانی نباشین به خنده خانم خود بگیم تو طلاق او را خونه پیار کن؟ عصبانی بودن خب اما عصبانیت کنم انسان خانم خود را طلاق میده، اما او علما میگن در حد عصبانی باشد که او نفهمد که چی میگه و روز شب در کجا قرار داره چی گفته. اونجا حکمیه کسی که ذهن او در کنترل او نیست، مانند دیوانه هست، هر چی که بگه طلاق دیوانه، طلاق این چیزا درست نمی باشد. در غیر این صورت شما به راحتی زن خود را بگیم اعصاب شما خراب چه بگیم طلاق خود طلاق دیگه.